اف اپراسیون هول دده کو تورن تروریست جهف بخینه هیمانین کو هول دده باندورا خواه جنوبا بجهبینه بشوپینه. رخصنین مروفی و کارمندین وان بپارزه و بخوردکرنا برنامهین هشیاری و پیشگیریا پیسکو سوسیالی پیشیل استثمارا زاروکین کو وکی شیرین خلافته اشبال الخلافه تنظانین بگره. آگاهیین ده دست مدن نشان دادن که داعش حیانها حول دادن خواه ین استثمار کرنا که من هری لاواز اند نوا قامپیدا دکه. با آلیکاریا هنجنین که به کمیوا گریداینه داعش ایدئولوژی خواه یا تندراو دناوا جوان و زاروکان دا بلاف دکه. دا کون نفشک نو جکسین جهیلا داعش و الهام گرتنه که بناو شیرین خلافت تینه بناف کرن مزن بکه. اف هولدان زاروکان به ایدئولوژیا تروریستی انترکترده دکه. پراتیک انتندراو دناوا قامپیدا فرض دکن. جوان تشویق دکن که تندیه قبول بکن و رخصین مروفی هدف بگیرن. اف یک گفه پیشرو جوان زاروکان دخواه و هولدان آرامی و آلیکاری تک ببه. هر وها آرمان جواب اپراسیونه او کو به پاراستنا سازی مروفی جهر هولدانه که سابوتاژ اولهی و آرامیا خدمت گوزاری خورد بکه. زهمان دمیدا هفرزی و هفکاریا دنافبرا هیزن اولهی آلی و سازی مروفی و جواک هرمی دا جبو آستن کرنا تروره و چافکانیا و زوها بکه.